پس از 1 ساعت ماشین میاد. آماده شوید. متاسفانه بچه ها، متاسفانه. قماندان همه جا رو خبر گرفتید؟ البته خبر گرفتیم شیرکم، البته. یوز دریا را درگان دریا را با خود برد. چی؟ نجات دادن نتوانستم. پروکورور دریا دومنسیل را بوده شد. فوراً به همه گروه خبر دید. چرخبال را سفربر کنید. دوست درگان راتکویچ می باشد. اورهان کجاست؟ در آنجا زخمی است. فوراً اورهان را به بیمارخانه انتقال دهید. تلفنت رو تو در داخل ماشین من افتانده ای. یوز استا تو در کجایی؟ ما سخت خواطر شده. من خوبم اما درگان دریا را برد. چی میگویی؟ که چی طور؟ بعد نقل میکنم. باید از سرحد نگذشته آنها را دستگیر کنیم. حاضر از پسی او میشویم. آرام شو. خودت خوب هستی؟ تا دریا را نیابم آرام نمیگیرم. باز در تماس میشویم. خوب. چی گپ است دوستو؟ مشکلی خیالی، مشکلی کلان. الو یوز چی طوری؟ من و پروکورور در راه رفته ایستادیم. حالش خوب است، خواطر نشو. مرا با دقت گوش کن. اگر یک تاری موی سری او افتد من تو را زنده به زنده آتش میزنم. درگان تو مرا شنیدی؟ زنده به زنده تو را آتش میزنم. اگر تو خواهی که با او حادثه روی ندهد به من گوش کن. تو چی میخواهی؟ من باید فرار کنم. من باید این کشور را ترک کنم. در این میان تو طریق تلفن مرا تعقیب نکن. درگان دریا رو رها کن. به عوضش مرا بگیر. هر کجای خواهی من میآیم. یوز تو با من در آنجا لازم هستی. تو غم دریا را نخور. من صدای او را شنیدن میخواهم. صدای تو را شنیدن میخواهم. یوز حالی من خوب است. تو غم نخور. دریا آرام شو. آرام شو. من تو را به هر قیمتی که نباشد نجات میدهم. نجات میدهم. فهمیدی؟ یوز خواسته او را اجرا نکن. تو مرا شنیدی؟ هرگز اجرا نکن. او حاضر در شاک است. چی گفتنش را خودش نمیداند. تلفن را نگذار. یوز خداوند جزای تو را دهد. دستات را گر. لعنتی. مایلش یوز آرام شو. او را میابیم. آرام شدن نمیتوانم. میخواهم تمام عالم را آتش زنم. آخر چرا دائم چون این کارها با من روی میدهند؟ تو گناه نداری. اگر دریا را هم از دست دهم؟ نه این طور نمی شود. بار آخر این گپ را من وقتی کندن قبر شنیده بودم. این طور نگوی. خواهش میکنم آرام شو. و نزد اورهان میرویم. آنها چی طور این جای را یافتند؟ نمیدونم. تا کسی از درون خبر ندهد آنها فهمیده نمیتوانند. در این باره گپ زدن نمیخواهم ولی با تو راضیم. کسی این کار را کرده باشد علم برای این عملش حتما جواب خواهد گفت. حتما. من فوراً تفتیشات را آغاز میکنم. هر کسی با این کار علاقه‌مندی داشت پرسپوس کرده می شود. خدمات خارجی برای به دست آوردن معلومات رقابت میکنند. حالا که ما پرقوتیم آنها حمله های شدیدتر میکنند. ولی به درونی ما در آمده میتوانند این رو نمیدونم. از برای یک معلومات ناچیز آنها آمادند که کشافانشان را قربان کنند.
چون یک معلومات میتواند به آنها صدها در را باز کند. این را خودی تو از من دیده بهتر میدانی. درست.